سلام. چطوری ایرانی؟ امروز میخوایم 3 فیلم جذاب و هیجانی با تم بازی‌های مرگبار بهتون معرفی کنیم. فیلم شماره 3 دد بادی. چند تا دختر و پسر توی خونه یکی از دوستاشون توی جنگل دور هم جمع میشن تا یکم اشغال کنن. اشغال معمولی با موزیکای مجاز، البته از وزارت ارشاد مجوز گرفت. اما یکم که حوصله‌شون سر میره، یکی از بچه‌ها میگه بیایید بدن مرده رو بازی کنیم. یه چیزی تو هم مایه‌های مافیای خودمون. و اینجاست که یکی از بچه‌ها جو میگیرش و خیلی بازی رو جدی میگیره و بس دیگه برید ببینید، حال کنید. فیلم شماره 2 اسکیپ روم. این فیلم درباره چند تا شخصیت مختلفه که هر کدوم بنا به دلایلی احتیاج به پول دارن و برای یک اتاق فرار ثبت نام میکنن که جایزش $10,000. یه جورایی مثل اتاقای فرار مجتمع کوروش تهران، ولی با این تفاوت که اگر به موقع از این اتاق فرار نکنی میمیری. اونا به زودی متوجه میشن که وارد یک بازی مرگ شدن و تا وقتی که بازی رو تموم نکنن نمیتونن از اونجا خارج شن. خیلی جالب بود. شما هیجان ندارید؟ منم هیجان ندارم. بریم سراغ فیلم بعدی. فیلم شماره 1 Truth or Dare. داستان این فیلم درباره چند تا همکلاسی و دوست صمیمیه که قبل از شروع درس و دانشگاهشون به تعطیلات میرن تا یه حالی به خودشون بدن. اما این امر خیلی مهمه. به پیشنهاد یه غریبه که توی پارتی بوده، اونا میرن به یه مکان تاریک و متروکه و چند دور حقیقت و جرأت بازی میکنن. ولی همین که از تعطیلات برمیگردن کم کم متوجه میشن که اون حقیقت و جرأت به یک بازی مرگبار تبدیل شده و اگر نوبتشون بشه و حقیقت و جرأت خودشون رو انجام ندن، بازی اونا رو به کام مرگ میکشونه. خب اینم از فیلم جذاب و هیجانی و اینم لینک سایت هایی که به طور رایگان میتونید این فیلم رو از اونجا دانلود کنید و لذت ببرید. خداحافظ.